والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از ویژگی هایی که یک مسلمان معتقد باید داشته باشد حرف شنوی هست، یعنی گوش فرا دادن به دستورات خالق و آفریدگارش الله متعال و همچنین فرستاده الهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بدون از شنیدن دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمانی میسر نیست، مسلمانی در کار نیست، هدایتی میسر نخواهد شد. پس بنابراین شنیدن دستورات الله متعال و گوش فرا دادن به فرامین الهی یک واجب شرعی هست و یک وظیفه‌ای هست که هر انسان مسلمانی باید آن را عملی بکند و یک دستوری هست از جانب الله متعال. یعنی سماع یعنی شنیدن و گوش فرا دادن به یک صدایی. الله متعال به ما مسلمانان دستور داده در قرآن کریم که حرف بشنویم، گوش فرا بدهیم به طرف دستورات الله و پیامبران الهی. واتقوا الله واسمعوا، تقوا پیشه بکنید و حرف بشنوید. واسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت بکنید. یا این که الله متعال میفرمایند فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده، مژده بده آن بندگان مرا که اهل سماع هستند، آنهایی که حرف میشنوند، گوش فرا میدهند، سخنان را میشنوند و نهایتاً بهترین سخن را عملی میکنند، اتباع و پیروی میکنند. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، اینهایی که میشنوند، گوش خودشان را نبستند، کر نیستند در مقابل آیات الهی، آنهایی که میشنوند و بر بهترین شنیده ها عمل میکنند، آنها انسانهایی هستند که الله متعال به آنها هدایت نصیب کرده، انسانهای مهتدی و راه یافته‌ای هستند و انسانهای عاقل این افراد هستند. یعنی این که الله متعال آن کسانی را که میشنوند و بعد از شنیدن حرف را قبول میکنند، میپذیرند و بر آن عمل میکنند، این انسانها را انسانهای هدایت یافته معرفی کرده. اینها را الله متعال هدایت فرموده، اینها در مسیر هدایت هستند و همین افراد هستند که اولوالالباب هستند، صاحبان خرد هستند، صاحب اندیشه هستند. پس بنابراین تمامی ما مسلمانان باید آنگونه که پروردگار به ما دستور داده باید بشنویم و اطاعت بکنیم از آن چیزی و از آن شنیده هایی که احسن هستند، بهتر هستند، در راستای رضایت الله متعال هستند. الله متعال این شنیدن را و گوش فرا دادن را دلیل بر خوبی دانسته، دلیل بر خیر دانسته که در وجود انسان هست. الله متعال می‌فرماید ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، در مورد منافقین و مشرکان. اگر الله متعال در وجود آنها خیری را سراغ می داشت، خوبی را سراغ می داشت،
این حرف را به آنها میشنوانید. یعنی اونها میشنیدن دستور الله متعال را. و انسانی که نمیشنود، حرف را گوش نمی کند، گوشش را بسته بر تمام آیات الهی، در این انسان در واقع خیری وجود ندارد. شنیدن دستورات الله متعال نشانه بیداری انسان هست، نشانه خیر و میمنت و برکتی هست که در وجود انسان وجود دارد. انسانی که گوش خودش را بسته، انسانی که به صدای حق و ندای ربانی هیچ توجهی را نمی کند، این انسان در واقع خیری در وجودش نیست. اما من و شما که مسلمانیم باید از الله متعال بشنویم. و شنیدن صرفاً این نیست که صدای قرآن به گوش ما برسد، وگرنه این صدا به گوش تمام حیوانات میرسد. تمام دامه هایی که هستند میشنوند، اما این شنیدن برای اونها سودی رو ندارد. هدف از شنیدن فهمیدن این صدا هست، فهمیدن مقصود گوینده هست و در نهایت عمل کردن بر این دستوری که از جانب الله متعال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده. آنچه را که ما میشنویم متفاوت هستند. گاهی وقت صدایی را میشنویم که موجب رضایت الله متعال هست. الله متعال آن را میپسندد، اساساً به ما دستور داده که آن را بشنویم و کسانی که این صداها را میشنوند الله متعال آنها را ستوده و اعلام رضایت از آنها کرده. این شنیده ها خوب هست، این صدای مسموع خوب هست، یعنی صدای قرآن، صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن، کتاب و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. احیانا شنیده های دیگری هستند، مسموع دیگری هست، صدا و فراخوان و دعوتی هست که در واقع جز مواردی هست که الله متعال آن را نمیپسندد. الله متعال از آن راضی نیست، بلکه نهی کرده ما را که مبادا این صداها را بشنوید. و آن کسانی که این صداها را نمیشنوند الله متعال آنها را ستوده. و این صدا صدای موسیقی هست، صداهای شیطانی هستند، صداها و دعوتها و فراخوانی هستند که از سوی شیطان و نفس هست و از سوی داعیان به طرف جهنم هست. چون این صدایی را که ما را فرا میخواند که کفر بورزیم، شرک بورزیم، به بدعت ما را دعوت میکنند، به گناه و معصیت ما را دعوت میکنند، چون این صدایی را نباید بشنوید. و احیانا مواردی دیگری هم هست که شنیدن یا نشنیدنش کاملا مساوی هست، یعنی شنیدنش مباح است و گناهی رو در بر ندارد. اما انسان مسلمان دائما باید آنچه را که برایش مفید هست و آن صدایی که برای دنیا و آخرتش ثمره و سودی را دارد آن را باید بشنود، آویزه گوش قرار دهد و بر آن عمل بکند. سماع ایمانی و گوش فرا دادن ایمانی سماعی هست که الله متعال به آن دستور داده. در قرآن کریم الله متعال این شنوندگان را مدح و ثنا کرده، تعریفشان کرده، دستور داده که این صداها را ما بشنویم و آن کسانی را که از شنیدن این صداها اعراض می کنند الله متعال اونها را نکوهش کرده. کفار در روز قیامت میگویند که لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر.
اگر ما در دنیا اهل شنیدن بودیم، اهل تدبر بودیم، گوش می کردیم و می اندیشیدیم، امروز جای ما در جهنم نمی بود. یعنی همین خیره‌سری در دنیا، اعراض از صدا و ندای ربانی، پشت سر انداختن صدای قرآن و گوش نکردن به دستورات الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم منجر به این می شود که انسان در قیامت در جهنم بیفتد. سماع و شنیدن چندین مرحله دارد. اولین مرحله اش صرفاً شنیدن هست، یعنی این که صدا به گوش شنونده برسد. در این مرحله انسان و با دیگر بهائم با همدیگر مساوی و برابر هستند. تمامی موجودات زنده مانند انسان شنوایی دارند و صداها را احساس می کنند. این یک مرحله هست. مرحله دیگر مرحله فهم و تعقل هست که انسان وقتی که صدایی را می شنود، دعوتی به گوشش می رسد، هم آن را می شنود و هم می فهمد و هم در آن اندیشه می کند. و از این یک مرحله فراتر وجود دارد که همراه با فهم از یک طرف مرحله اول می شنود، مرحله دوم می فهمد، درک می کند، منظور را متوجه می شود، مرحله سوم بر آن عمل می کند، اجابت می کند آن صدا را. این بالاترین و کاملترین درجه سماع هست. و این فهم و درک برای سماع لازم هست. صرفاً شنیدن یک صدا، شنیدن آیات قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یا موعظه‌ای که از زبان علما خارج می شود، صرف شنیدن این سودمند نیست اگر همراه با آن فهم و تعقل و تدبر نباشد و در مرحله بعدی منجر به اجابت نشود. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ای پیامبر من، کسانی که مردند تو نمیتوانی به آنها را بشنوانی و انسانهای کر صدا را نمیشنوند. یعنی این کافرانی که صدا را میشنوند اما اهل تعقل و تدبر نیستند، درک نمی کنند و اجابت نمی کنند، مانند مردگان هستند، هیچ تفاوتی با مردگان را ندارند. ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. الله متعال هر کسی را که بخواهد میشنواند، یعنی شنیدنی که همراه با تعقل و تدبر هست و در نتیجه منجر به اجابت و اطاعت می شود. سماعی که منجر به اجابت و قبول می شود، سماعی هست که ما باید داشته باشیم. ما باید این گونه به آیات قرآن سماع داشته باشیم، بشنویم و گوش فرا بدهیم. سمعنا و اطعنا. شنیدیم، اطاعت کردیم. شنیدن بدون اطاعت کردن هیچ سود و منفعتی رو برای ما ندارد. این ویژگی انسانهای مسلمان هست، انسانهای هدایت یافته هست. وگرنه صدای قرآن را ابو جهل هم شنید، ابو لهب هم شنید و دیگر کافران هم شنیدند، اما اجابت نکردند، نگفتند که سمعنا و اطعنا. اگر سماع و اطاعت و اجابت باشد این مفید هست، مقصود حاصل شده. اما اگر گوش بستن هست، گوش فرا ندادن باشد، یا شنیدن و درک نکردن باشد، شنیدن و عمل نکردن باشد، این هیچ سودی رو برای ما ندارد. سماع مقربین و گوش فرا دادن انسانهایی که مقرب درگاه الله متعال هستند، این همان سماعی هست که هم شنیدن در آن هست
و هم فهم و ادراک در آن وجود دارد و هم اجابت و اطاعت در آن وجود دارد. این سماع مقربین هست. آیات قرآن کریم را میشنوند، نه صداهای لهو و لعب را، نه موسیقی ها را، نه ترانه های مبتذلی را که شهوات و شبهات را در وجود انسان دامن میزند. حرفه های مفید را میشنوند، نه چرندیات را و لاتایلات را که هیچ منفعتی در دنیا و آخرت ندارند. چون این سماعی که همراه با شنیدن و فهم و ادراک باشد و منجر به اجابت و اطاعت و قبول باشد، این سماع انسانهای مقرب درگاه الله متعال هست و این چیزی هست که الله متعال ما را به آن دستور داده. اما سماعی که در واقع انسان را از الله متعال دور می کند، سماعی و صدا و دعوتی که الله متعال آن را نمی پسندد، ناپسند هست نزد الله متعال و الله متعال به ما دستور داده که چون این سماعی را نداشته باشیم، به چون این صدای گوش فرا ندهیم. اون انسانی بر سماع عمل کرده، سماعش یک سماع ربانی هست که در واقع آنچه را که الله متعال دستور داده آن را بشنود، صداهای ربانی را، صداهای هدایت را، صدای راه یافتگی را، موعظات را و نصیحت ها را میشنود. اما دعوت های شیطانی را که شبهات و شهوات را تداعی می کنند، چنین صداها را انسان مسلمان نباید بشنود. این صداها و این دعوتها صداهای شیطانی هستند و صداهایی هستند که مکروه و ناپسند الله متعال هستند. پس بنابراین ما به عنوان یک مسلمان موظف هستیم زمانی که صدای قرآن را میشنویم، صدای احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشنویم، صدای موعظه‌ای را میشنویم از یک عالمی، باید این را با گوش دل بشنویم، با گوش جانمان باید بشنویم و بر آن عمل کنیم. وگرنه شنیدنی که از یک گوشی بشنویم از گوشی دیگر خارج بشود و در مغز و فکر انسان اثر نکند و فهم و درکی بر آن مترتب نشود و نهایتاً منجر به عمل نشود، چون این شنیدن قرآن و آیات الهی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما مفید نخواهد بود. پس بنابراین اگر می‌خواهید که به الله متعال برسید، اگر می‌خواهید که مقام قرب الله متعال را حاصل بکنید، اگر می‌خواهید که به طرف الله متعال نزدیک بشوید و ناز و نعمتها و وعدهها و نویدهای الله متعال شامل حالتان بشنوید قرآن را با گوش دل و با گوش جان و در آن تدبر بکنید، تأمل بکنید و بعد از آن بر آن عمل بکنید که این مایه هدایت شما و مایه رستگاری در دنیا و آخرت خواهد بود. و غیر از صدای قرآن و نداهای ربانی، هر صدایی را که بشنوید و بر مقتضای آن عمل بکنید، مطمئن باشید که در روز قیامت دچار ضرر و زیان خواهید شد. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که نداهای ربانی را بشنویم و بفهمیم، درک بکنیم و بر آن انشاءالله عامل باشیم. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.